بینندگان عزیز برنامه رهایی سلام عرض می‌کنم. من دکتر شمعی هستم. این برنامه به طور زنده هر چهارشنبه از استودیوی تصویر ایران در لس آنجلس پخش میشه و شما بیننده از این برنامه می توانید با تلفن‌هایی که در اختیارتون هست روی صفحه تلویزیون ملاحظه می‌فرمایید با استودیو تماس بگیرید. به تلفن‌های شما در رابطه با مسائل عاطفی، مشکلات خلقی، مشکلات روابط انسانی و همچنین مطلبی که مطرح هست در امروز صحبت بفرمایید. تلفن‌های شما رو به ترتیبی که به استودیو بحث بشه پاسخ خواهیم داد. امیدوارم این برنامه‌ها برای شما آموزنده باشه. هدفی غیر از آموزنده بودن این برنامه‌ها در نیست، در واقعا برای این برنامه‌ها نیست و امیدوارم که در این راه بتونیم موفق بشیم. امشب خانم دکتر فرناز زنده دل مهمان از این برنامه هستن که البته ایشون دیگه مهمان نیستن، ایشون در حقیقت همکار و به اصطلاح هم برنامه ساز من هستن که با هم در این جلسه شرکت داریم. امیدوارم که بتونیم با هم مطلبی که ایشون تهیه کردن مطرح بکنیم و با هم راجع بهش بحث و گفتگوی ارزنده و قابل توجهی رو ارائه بدیم به شما. خانم دکتر خیلی خوش آمدید. احتیاج نداره من شما رو معرفی کنم، به عنوان مهمانم دیگه من شما رو در این برنامه نخواهم داشت، بلکه شما هم در تهیه این برنامه با من شرکت دارید. خیلی فعال و خیلی خوشحالم از حضورتون در این برنامه. قربان شما. ممنون آقای دکتر عزیز. بینندگان عزیز، شب همگی خوش. انشالله که خوب و خوش باشین هر جا که هستین. مطلبی که با آقای دکتر محبوب برای امشب انتخاب کردیم راجع به یکی از اختلالات شخصیتی به نام خودشیفتگی هستش و به انگلیسی میشه Narcissistic Personality Disorder. یعنی چی؟ به یه شخصیت یک انسان ربط داره و علائمش رو براتون یه مقدار توضیح بدم. انسان‌هایی که خودشیفته هست، اولا همه ما انسان‌ها نیاز داریم تا یه حدی خودشیفته باشیم. اگه خودشیفتگی اصلا نداشته باشیم نمیتونیم تو زندگیمون موفق باشیم. بنابراین از حد معمول خارج نشه خودشیفتگی و بیمارگونه نباشه خیلی هم کمک میکنه و سازنده هستش. حالا علائم خودشیفتگی چی هستش؟ علائم اول یکی هست که انسان احساس بزرگمنشی میکنه، احساس میکنه که احساس برتری میکنه و اینکه از همه بالاتره. میتونه احساس بکنه که خیلی مهمه و انقدر یکتا و یونیک هستش که هیچکی به مثل اون نمیتونه تو این دنیا باشه. اون بزرگمنشی میتونه واقعا با واقع بینی باشه، میتونه با فانتزی باشه. بعد اون انسان یه چیزی رو که کمبود داره، اسمش هست امپاتی به انگلیسی که به فارسی میشه نمیتونه اون احساسات انسانهای دیگر رو درک بکنه و خودش رو جای اونا بذاره. شده تا حالا با انسان‌هایی گفتگو بکنید، راجع به غمتون صحبت کنید یا حتی خوشحالیتون، ولی حس کنید اونا اصلاً نمیتونن شما رو حس کنن. چیز جالبی هم که اتفاق افتاده، کشف شده جدیداً، محققین به اینجا رسیدن که یک بخشی از مغز به اسم امیگدالا که مسئول عواطف و احساس انسان هست کم رشد کرده در انسان‌هایی که خودشیفته هستن که بسیار جالب هستش. و انسان‌های خودشیفته انسان‌هایی هستن که عدم امنیت میکنن، اعتماد به نفسشون پایینه، ولی به نظر ما اطرافیان میاد که اعتماد به نفس بسیار بالایی دارن. آدم‌ها رو میتونن کوچیک کنن که احساس بهتری راجع به خودشون داشته باشن. حالا میذارم آقای دکتر عزیزم بیشتر توضیح بده. خب خیلی متشکرم از اینکه توضیح دادید خودشیفتگی رو. در حقیقت این لغت نارسیسیزم از یکی از اسامی اساطیر یونان که بسیار واقعا قابل توجه هست آمده. نارسیسم در حقیقت خدای یونانی بوده که دختر جوانی به نام اکو عاشق این نارسیسم شخص میشه یا خدا میشه، خدای یونانی، و این به خاطر داشتن شخصیت نارسیسیزم یا خودشیفتگی شدید یا خصوصیت شخصیت خاص خودش که اون موقع اسمی براش وجود نداشته موجب میشه که این دختر از زجر و ناراحتی از بین بره.
به خاطر اینکه هیچ احترامی به این دختر نمیذاره، به عشق او احترام نمیذاره، برای اینکه واقعا عاشق شدن و عشق دادن رو بلد نبوده. به همین دلیل عاشق خودش بوده. به همین دلیل پس از مدتی که این دختر از بین میره که اسمش اکو بوده، در آب تصویر خودش رو میبینه نارسیس و عاشق تصویر خودش میشه. در طول زمان که این عشق در او رشد میکنه، کوشش میکنه که به دست بیاره این عشق رو و هر بار که نزدیک میشه به اون محلی که اون آبنما بوده و تصویر خودش رو میده و عاشق این تصویر شده میخواسته به دست بیاره، این آب با لرزش ها با موجاش به هم میخوره و او رو ناامید میکنه و این ناامیدی به درجه بوده که او رو از بین میبره. بعدا این اسم رو انتخاب کردن برای افرادی که دارای چنین خصوصیتی هستن. شما تجسم بکنید یه انسان نارسیست یا نارسیسیسم داشتن شخصیت، همینطور که شما اشاره کردید خانم دکتر، انسانی است که هیچ کسی دیگر رو بالاتر خودش نمیتونه ببینه، همه چیز دور میزنه اطراف او و به این دلیل واقعا محروم میکنه دیگران رو که حتی به او نزدیک بشن و احساس تنهایی شدید همراه احساس بزرگمنشی و خودشیفتگی شدید و تمام زندگیش رو احاطه میکنه این خودشیفتگی. حالا اون خودشیفته موقعی که خیلی ستایش بشه توی رابطهش با انسانهای دیگه، میتونه رابطه رو نگه داره برای اینکه اون رابطه براش ارزش داره. ولی اگه ستایش بالا بردن احساس امنیت اون. ولی اگه ستایش نشه، کافیه یکم انسان راجع به عیب و ایراد این شخص صحبت بکنه، میتونه این شخص رو از دست توی زندگیش بده. من یاد فروید افتادم. اتفاقا فروید مدلی که راجع به نارسیسیسم نوشته، چه کتاب‌های زیادی نوشته که واقعا انسان که به دنیا میاد از کودکی آینش پدر و مادر و کرگیوراش هستن. وقتی از کودکی یک انسان خیلی زیاد بهش توجه میشه، بیش از طبیعی یعنی غیر طبیعی، اون میتونه واقعا تصویر اون خودشو مهمترین و بالاترین بدونه و بهش میگن یه نوع ایگوسنتریزم، یعنی ایگو فانکشنینگش خیلی میتونه بالا باشه، به حد بیمارگونه باشه و یه نفر که برعکس توجه کم میگیره اونم میتونه دچار نارسیسیسم بشه، برای اینکه نیازهایی که برآورده نشده از طریق انسانهایی که تو زندگیش میان و ستایشش میکنن و همش ازش تعریف میکنن که تو بهترینی و بالاترینی، اون احساس خلأ رو میتونه حس کنه یکم داره پر میشه. بنابراین آدم خودشیفته مثل یک تبل تو خالی، درونش اتفاقا خالیه، درونش اون اعتماد به نفسی که یک انسان نسبت به خودش میتونه داشته باشه و خودشیفته نباشه رو نداره متاسفانه. البته باید توجه کرد که افراد خودشیفته همونطور که میدونیم خیلی موفق هستن در جامعه، به خاطر اینکه اغلب از هوش سرشاری ممکنه برخوردار باشن که این هوش سرشار موجب میشه اونها از این دفاعهای روانی به نحو احسن استفاده کنن و خودشون رو بالاتر از اون که هستن همیشه جلوه بدن و چه بسا که موفقیت‌های چشمگیری هم پیدا کنن، از نظر مالی موفق هستن، از نظر تجاری موفق هستن. بنابراین ما اطراف خودمون اگر نگاه بکنیم می‌بینیم افرادی هستن که دارای این خصوصیات هستن، ولی در این حال از نظر دیگران ممکنه گاهی مورد تمجید قرار بگیرن. برای اینکه این تمجید کردن هم البته موجب تشدید احساس امنیت بیشتر اونها میشه. آقای دکتر جون، همونطوری که اشاره کردم اول برنامه، همه ما انسان‌ها یه مقدار نیاز به خودشیفتگی داریم. یعنی اگه خودشیفته اصلا نباشیم که نمیتونیم نه موفق بشیم و نه انسان‌ها به جاهای بالا برسن. موضوع اینه که تا چه حدی خودشیفته هستیم. اگه به حدی باشه که فقط خودمون رو ببینیم، انسان‌های دیگر رو قبول نداشته باشیم و خودمون رو بالاترین بدونیم، اون موقع است که آسیب به روابط میخوره، به کار انسان میخوره و انسان از اون موفقیتی هم که به دست میاره میتونه واقعا از دست خیلی چیزا رو بده تو زندگیش. به همین نسبت واقعا بچه‌هایی که در یه محیط تربیتی با پدر یا مادر خودشیفته بزرگ میشن بسیار سخت است زندگیشون، برای اینکه باید دائما تمجید و تأکید بکنن و تأیید بکنن پدر مادر رو. اگر پدر هست به یک صورتی حتی در رفتارهای اجتماعیش هم به چشم میخوره رفتار بزرگ بنشانش. اغلب دیده میشه کسانی که
مشغول یک حرفه‌ای هستن که عده‌ای براشون کار میکنن، یا اینکه افسری هستش که در ارتش باید مسئولیت بزرگی رو داشته باشه. این افرادی که خودشیفتگی زیادی داشته باشن، آنهایی که باشون کار میکنن باید تابع محض باشن، وگرنه به هیچ عنوان از خطاهای دیگران سرپوشی نمیتونن بکنن و به هیچ ترتیب انعطاف پذیری ندارن. و همین رفتار رو اگر در منزل داشته باشن، ببینید بچه‌های یه انسان خودشیفته چقدر صدمه ببینن و چه بسا که بعداً خودشون هم خودشیفته بشن به خاطر اینکه اون روش‌ها رو یاد بگیرن. واقعا کتابی هست که در این رابطه ترجمه شده و این رو در فرصت مناسبتر من معرفی خواهم کرد به شما. تلفنی داریم مشغول است خط. اجازه فرمایید یک تلفنی پاسخ بدیم تا به مطالب ادامه بدیم. الو بفرمایید، خواهش می‌کنم. الو بفرمایید. تصویر ایران. الو اجازه فرمایید به خط دیگر پاسخ بدیم. الو خانم دکتر سلام. سلام علیکم. حالا شما خسته نباشید. مرسی. سلامت باشین. خوب هستین؟ تشکر از برنامه‌تون، خیلی ممنون. قربان شما. بفرمایید سوالتون رو. یه سوال خیلی کوچولو داشتم. من در رابطه با همین موضوعی که داریم امشب صحبت می‌کنید، ما تو مدرسه هم که بودیم قدیم‌ها از این مسائل زیاد داشتیم، یعنی با بچه‌های خیلی اینجور بچه‌ها زیاد طرف می‌شدیم. ببخشید صداتون خوب نمیاد بیننده عزیز. الو. بله بهتر شد صداتون توی استودیو. ببخشید. بله. بفرمایید. ما از زمان بچگی که تو مدرسه بودیم از این آدم‌ها تو زندگیمون زیاد بودن. بله. چه برسه که الان که بزرگ شدیم الان هم خب خیلی همه جا هستن و ماشون در روابط هستیم. سوال اینجاست که چطور میتونیم ما با این اشخاص کنار بیایم اینجوری؟ بله. چقدر سوال خوبی رو مطرح میکنید. کار ساده ای نیست، ولی همینقدر که شما میشناسید که یه رفتار بیمارگونه دارن و به هیچ عنوان حاضر نیستن از اون موقعیتی که دارن کوتاه بیان، باید باهاشون مدارا بکنید در حد زیادی و یا تشویقشون کنید که برای درمان مراجعه کنن. به همین دلیل خانم دکتر راجع به واقعا روش‌هایی که برخورد ما می‌کنیم به عنوان درمانگر با این افراد صحبت خواهیم کرد در طول برنامه. با کمال میل. بیننده عزیز، بهترین جوری که شما میتونید با اون انسان‌های خودشیفته کنار بیاین، همونطوری که آقای دکتر گفتن، یه مقدار اول تشویقشون بکنید، کارهایی رو که واقعا خوب به نحو احسن انجام میدن یا زیبایی‌هایی تو زندگیشون دارن، اونا رو میتونید استفاده کنید و واقعا تشویق بکنید. به اضافه اینکه وقتی که شروع میکنن فقط راجع به خودشون صحبت کنن، به نوع بیمارگونه و منم میکنن و حس میکنید که شما رو حتی ممکنه حقیر بخوان بکنن که خودشون احساس بهتری بکنن، اونجاست که شما حد و حدودتون رو باید حد و حدود بذارین، باوندری بذارین و میشه صحبت رو عوض بکنید یا حتی به صحبت دیگه ادامه ندین باهاشون. این بهترین مدلیه که کنار بیاین. اگه بگین که نیاز به کمک دارن و باید درمان بگیرن که دیگه تو زندگیتون نخواهن بود. اگه میخواین از زندگیتون یه انسان خودشیفته بیرون بره، این جمله رو استفاده کنین، دیگه اصلا کاری باهاتون نداره. انسان خودشیفته رو ما نمیتونیم اصلا کریتیسایز بکنیم، یعنی واقعا عیب و ایرادش رو بگیم. ولی اگه از طریق انسان‌های دیگه یا حتی فیلم دیدین یا کتابی خوندین که راجع به یه خودشیفته بوده صحبت بکنین، اون موقع دیوار دفاعیشون بالا نمیره که دیفنسیو بشن و از شما عصبانی بشن. بعد اونجوری میتونید خیلی راحت‌تر باهاشون کنار بیاین و حتی این دایرکتلی به قول معروف از کنار کمکشون بکنین. به همین نسبت واقعا این افراد نسبت به زجر و ناراحتی دیگران خیلی بی‌تفاوت هستند و واقعا احساس عشق به دیگران به حد اقل دارن یا شاید هم نداشته باشن، عمیق ندارن. بله. و بعدم امپاتی با سیمپاتی دو تا خصوصیت مختلفه. انسان میتونه نسبت به یک کسی امپاتی داشته باشه، مشکلش و ناراحتی‌های دیگری رو بپذیره، ولی البته این همدردی با دیگران کردن یه خصوصیت انسانی است و چه بسا که آدمای خودشیفته کمتر داره این خصوصیت هستن. شما میبینید اطرافیان اگر زجر ببرن زیاد براشون فرقی نمیکنه، ولی به محض اینکه مشکلی برای خودشون پیدا بشه همه دنیا رو میخوان داشته باشن که از اونها حمایت بکنه و اونها مشکلشون حل بشه. بس در حد زیادی واقعا ایگو یا اون من اونها متورم هست، یعنی بیش از حد بزرگه و قدرت واقع بینی کمتر هست در اونها.
بله و با واقع بینی هم میشه باهاشون تا یه حدی کنار اومد و واقع بینی میتونه با سوال باشه، سوالهایی رو مطرح بکنین که خود اون شخص بتونه کمک بگیره. یعنی هرچی با سوال باشه، دیوار دفاعیشون رو احترام براشون قائل باشین، بیشتر میتونید باهاشون کنار بیاین و حتی کمک کنین اگه انسانهایی هستن که عزیزان شما هستن و نگرانشون هستین. همونطوری که ما دورمون میبینیم خیلی ها رابطه های بسیار خوب زندگیشون رو از دست میدن به خاطر بزرگمنشیشون، به خاطر اینکه حاضر نیستن اصلا به خودشون نگاه بکنن و روی اون عیب و ایرادایی که همه ما انسانها داریم کار بکنن. خطا مثل اینکه پر بیننده عزیز، اگه سوالتون رو جواب دادیم سوال دیگه ای نداریم. خیلی محبت کردید، توجهتون به این برنامه متشکریم. خواهش می‌کنم اجازه فرمایید با خط دیگری صحبت بکنیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. روی شما روی خط هستید، در استودیو صداتون پخش میشه. بفرمایید. بنده هستید؟ بله بله بفرمایید. شبتون بخیر خانم دکتر فرناز نازنین و آقای دکتر شمی ارجمند گرامی. متشکرم. مرسی. حالتون خوبه؟ خیلی ممنون. من یک سوالی داشتم در مورد بیماری بایپولار. فکر کنم حالت بسیار شدیدتری از خودشیفتگیه. میتونم این سوال بکنم از شما؟ حتما بفرمایید. بفرمایید سوالتون رو بفرمایید بگین. جناب دکتر شمی. بله. دکتر فرناز. بله. من یک دوستی دارم، پسرش حدود 29 سالشه. بله. چند سالی دارای بیماری بایپولاره یا دو قطبی. بله. این چند سال تا حدود قابل کنترل بوده، البته آن و آف داشته، ولی اصولا این تابه ها با هیچ زن یا دختری به اصطلاح سکس نداشته و خودش را از طریق خود ارضایی به اصطلاح انجام میده. بله. ولی چند هفته از پدرش فکر میکنه به خاطر که شخص خیلی مذهبی هست، چند هفته که خود ارضایی رو کنار گذاشته. بله. ولی بعد 2-3 هفته بیماری بایپولاش بسیار بسیار شدیدتر شده. میخواستم از من سوال کنم آیا آزاد نشدن هورمون تستوسترون میتونه باعث عدم بالانس مواد شیمیایی مغز به او شده باشه و این بیماریش رو تشدید کرده؟ سوال شما یه مقداری واقعا از نظر علمی قابل توجیه و قابل ثابت کردن نیست از طریق هورمون ها، ولی ما بیماری منیک دیپرشن رو به عنوان یه بیماری بیولوژیک میشناسیم که اختلال در یه زمینه عصبی و به اصطلاح خانوادگی مناسب پیدا میشه و بیماری دارای قطب‌های افسردگی و پرتحرکی است که خانم دکتر هم هر روز با سر و کار دارن با مریض هایی که منیک دیپرشن دارن، در این حال اختلالات شخصیتی و رفتاریشون موجب به هم خوردن روابط انسانیشون میشه. ضمن اینکه دارو باید حتما بگیرن و داروی مناسب این اختلال خلقی رو و رفتاری رو تغییر میده، بهبود میبخشه. از نظر روانی و خانوادگی هم باید مورد توجه قرار بگیرن. اجازه بفرمایید این مطلب رو من بیشتر خواهم شکافت بعد از اینکه خانم دکتر مطلبی میخوان صحبت بکنن راجع به همین مسئله. بفرمایید. بیننده عزیز، اینجوری که تعریف کردین که 2 هفته قبل از اینی که این پسر بچه منیک بشه خود ارضایی رو کنار گذاشته بوده. خود ارضایی میتونه به شخصی که 2 قطبی هستش و روابط نزدیکی با خانم‌های دیگه نداره میتونه کمک بکنه و میشه که این انرژی ریلیس نشه و واقعاً کمک نکنه به این منیک اپیزودی که این شخص داره. ولی ما نمیتونیم بگیم دلیل و واقعا کازش اینه، همونطوری که آقای دکتر گفتن. حالا یه مطلب دیگه هم که الان راجبش صحبت کردین، این شخص مذهبیه و امکان داره که میخواد با خانومی که ازدواج میکنه نزدیکی داشته باشه و میتونه یه مقدارم خود بزرگمنشی داشته باشه به اضافه خودشیفتگی که انسانهای دیگر رو لایق ندونه که با اونها باشه. و درست دارین میگین. اتفاقا با آقای دکتر راجع به این ما صحبت میکردیم قبل از برنامه که
انسان‌هایی هستن که دچار دو قطبی بیماری هستن و خودشیفته هم هستن. یعنی هر دو با هم مغایرت نداره، با هم میتونه اتفاق بیفته، ولی واقعا درصدش زیاد هست و واقعا کمک متاسفانه به اون شخص نمیشه وقتی که دچار یه همچین اختلال شخصیتی هم هست. حالا از همونطور که آقای دکتر گفتن هم نیاز به دارو هست و هم به روان درمانی هست. اجازه فرمایید. بله. اتفاقای دیگه ای هم حتما تو زندگی این شخص افتاده که این یک دفعه منیک اپیزودش دوباره برگشته. اینجوری که گفته بودیم اتفاقا مسئله که مطرح کردن این بیننده عزیز خیلی سوال برانگیزه. اجازه فرمایید پس از چند لحظه ما برگردیم. اگر ممکن هست پای تلفن باقی بمونید، به ادامه صحبتمون خواهیم پرداخت و من به خصوص در رابطه با مستوربیشن یا استمناء و بیماری‌های روانی چند مطلبی رو بیان می‌کنم که شاید برای عده‌ای بینندگان عزیز مناسب باشه. لطفاً با ما باشید تا چند لحظه دیگر برمیگردیم و به تلفن‌های شما پاسخ خواهیم داد. بیننده عزیز برنامه رهایی، شما در رابطه با مسائلی که مطرح هست سوالی فرمودید که مطرح کردید که من جوابش رو مایلم در این قسمت برنامه بدم. شما ناظر قسمت دوم برنامه رهایی هستید درباره نارسیسیسم یا خودشیفتگی. در خدمت خانم دکتر فرناز زنده‌دل روانشناس بالینی صحبت می‌کردیم و می‌کنیم، ادامه بدیم. اجازه فرمایید راجع به سوالی که مطرح کردید، بیننده عزیز شما روی خط هستید. سوالی که مطرح کردید در رابطه با ارتباط استمناء یا خود ارضایی با بیماری منیک دیپرشن که شما اشاره کردید که بیماری رو میشناسید که دچار منیک دیپرشن هست، تشخیص بیماریش داده شده و یک رفتار افراطی در رابطه با خود ارضایی داشته در یک زمانی و بعد این خود ارضایی رو قطع کرده. ببینید یکی از علائم مینیا یا مرحله حاد بیماری که به صورت پرتحرکی هست، بالا رفتن میل جنسی و رفتار جنسی هست که با خود ارضایی میتونه توأم باشه و کسی که در یه مرحله منیک هست با خود ارضایی توأم علائم منیاش بیقرار، بیخواب، پرحرف، پرتحرک، رفتارهای غیر معمول میکنه. در این حال خود ارضایی افراطی میکنه، چندین بار در روز ممکنه خود ارضایی بکنه و واقعا این رفتار به عنوان علامت بیماری منیک دیپرشن. در اون زمان البته نوروترانسمیترها به هم خوردن و وقتی که این علامت کم میشه احتمالاً از اون فاز آمده بیرون و یا عوامل تربیتی اعتقادات مذهبی است بهش تاکید میشه که این رفتار رو ادامه نده، ممکنه تعدیل بشه و تغییر بکنه، ولی بیشتر موقعی اتفاق میفته که از اون مرحله یا با دارو آمده بیرون شخص یا اینکه خود به خود اون مرحله تمام شده. باید گفت که خود ارضایی رفتار بیمارگونه نیست، ولی اعتقادات و واقعا تربیت‌های اجتماعی میتونه این رفتار رو محدود بکنه یا سرپوش بذاره روش. در انسان‌های مختلف کاملا متفاوته. این توضیح رو من می‌خواستم بدم. اجازه فرمایید اگه سوال دیگری دارید ادامه بدیم. خانم دکتر می‌خواستن در این مورد صحبتی بکنن. بیننده عزیز برعکسش هم میتونه باشه. همونطور که اشاره کردین برای 2 هفته این شخص دیگه خود ارضایی انجام نداده و خیلی بدتر حاد شده اون مینیاش، واقعا اونورم میتونه باشه. خود ارضایی و نزدیکی میتونه یه مقدار کمک بکنه به انسان دو قطبی، همونطور که ورزش میتونه کمک کنه. درست خواب میاد، ولی از موقع که قطع کرده این خوابش اصلا مختل شده. یعنی اون موقع خب خود ارضایی وقتی میکنه خب خسته میشه، مرد بی‌حس میشه، اصلا میخوابه، ولی الان چون قطع کردن اون خوابش اصلا مختل شده. خود ارضایی رو به عنوان یه مسکن ممکنه فرد استفاده بکنه و خب طبیعتا از مسکن افراطی هم اگر شخص استفاده کنه خستگی مثلا 2 روز یه بار یا روز 1 بار به حد طبیعی بوده. بله آقای عزیز، ولی متاسفانه وقتی که این تصمیم و این شخص گرفته به خاطر دلایل متفاوت مجبوریم که بهش احترام بذاریم. ولی شما درست میگین، اتفاقا انسان‌هایی که دو قطبی هستن موقعی که نمیخوابن
به 3 شب میکشه که خواب نمیرن، منیک اپیزودشون تشدید میشه و بروز خودشو میده. این درسته، همونطوری که من آقای دکتر میدونیم بیخوابی خیلی خطرناک میتونه برای انسان بایپولر باشه و درست میگین، خود ارضایی و نزدیکی میتونه اقلن تسکین و آرامش و خستگی رو برای این شخص بیاره که اقلا بتونه بخوابه. سوال دیگه ای دارین بیننده عزیز یا میتونیم خطای دیگر رو بگیریم؟ سوال همین که ایشون یه جوری پدرش راغبش کنید که اقلا این کار رو در حد اعتدال انجام بده که اقلا یه خورده آرامش و خوابش چیز بشه تا اگه مایل باشه. من فکر میکنم اگر تشویقش بکنن به روانپزشک و روانشناس بالینی مراجعه بکنن، راه حل‌های مناسبتر و واقعا مؤثرتری وجود داره تا فقط روانپزشک هم میره. بله. هنوز این موضوع رو مثل که قبلا مطرح کردیم ولی الان دیگه نمیدونم مطرح شده یا ازش پرسیدن یا نه. باید ازش بپرسیم. مهمه. در مورد هورمون جنسی یا تستوسترون سوال کردید. ارتباط مستقیمی با هورمون جنسی نداره. علم ثابت نکرده. هورمون جنسی نیست که عدم تعادل مواد شیمیایی مغز کاری با اون نداره. نه، ارتباطی نه، ارتباط مستقیم نداره. البته محرک‌های مغزی میتونن عامل بروز منیک بشن. به خصوص آمفتامین ها امروزه خیلی زیاد دیده شده جوان ها از داروهای محرک استفاده میکنن، به خصوص آمفتامین ها یا اسپید که میتونن عامل مؤثر باشن در بروز این علائم که باید حتما توجه داشت که این شخص از داروهای مثل آمفتامین مثل ادرال استفاده میکنه یا نمیکنه و بسیار نقشه مهمی میتونه داشته باشه. و الکل هم همونطور. بله، در حد هم الکل. بله. بسیار سپاسگزارم. من جواب خودم رو گرفتم بهشون. میگم خیلی سپاسگزار و ممنون از هر دوشون. خواهش می‌کنم. متشکرم از توجهتون به این برنامه. اجازه بفرمایید تلفن دیگری پاسخ بدیم تا به مطالب بیشتری درباره نارسیسیسم بپردازیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. الو. بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام، خسته نباشید. سلام علیکم. مرسی، سلامت باشین. بفرمایید. من بخاطر خودشیفتگی بیشتر در آقایون هست یا خانم‌ها؟ چه سوالی؟ سوال بسیار. شما خودتون چی فکر می‌کنین بیننده عزیز؟ من فکر کنم بیشتر در خانم‌ها باشه تا آقایون. بله، از لحاظ زیبایی خانم‌ها میتونن خیلی خودشیفته تر از آقایون باشن، ولی از لحاظ موفقیت، از لحاظ قدرت، از لحاظ پول در آوردن مردها خودشیفته ترن. آمار نشون میده. به طور کلی بخوام بگیم میشه خودشیفتگی همراه احساسات مربوط به خود و یا مربوط به روابط اجتماعی که در مردها البته خودشیفتگی در یه شرایط خاص تربیتی میتونه پیدا بشه. عامل بیولوژیک هم همینطور که در ابتدای این برنامه خانم دکتر اشاره کردن در آمیگدال ها در قسمت خاکستری مغز و اون قسمتی که مربوط به عواطف و رشد عواطف است، در اونجا یه نقصان رشد دیده شده. چقدر این عامل بیولوژیک نقش داره در شخصیت خودشیفته هنوز قطعی نیست، ولی قسمت اعظمش تربیته. یک بچه‌ای که در محیط خودشیفته پدر یا مادر بزرگ میشه خودشیفته بیشتر میشه تا اینکه یه بچه‌ای بشه که خصوصیات شخصیت دیگری داشته باشه. پس هم زمینه و هم تربیت هر دو عامل مؤثری هستند. باید توجه داشت شناخت این خصوصیات در اطرافیانتون، در نزدیکانتون بسیار مهمه برای اینکه شما بدونید چجور عمل بکنید. با آدم خودشیفته نمیتونید بحث و گفتگوی بیش از حدی بکنید که او رو امنیتش رو به خطر بندازید. به محض که امنیت او به خطر بیفته یا شما رو مقصر میدونه یا شما دوستیتون رو از دست میدید. اینه که اگر یه خودشیفته در بین دوستانتون هست سعی کنید که راهنماییش کنید که برای تعادل خلقش به یک متخصص مراجعه کنید. در این حد بتونید بهش کمک کنید. بله، و خودشیفتگی واقعا لول‌های متفاوت داره. بعضیا یکم خودشیفته هستن که طبیعیه، بعضیا خیلی زیاد خودشیفتن. انسانی که یک ذره خودشیفتگی داره انسانیه که احساس میکنه ارزش داره، احساس میکنه که واقعا احترام باید بهش گذاشته بشه و واقعا اونا طبیعیه. ولی انسانی که از حد خودش داره خارج میشه و نیاز داره که دائما ستایش بشه، نیاز داره فقط راجع به اون صحبت بشه،
نیاز داره همه چیز برای اون باشه و بیشتر میگیره تا بتونه محبت بده، اون موقع میتونه بیمارگونه باشه. و اتفاقا من یاد یه شخصی افتادم که از من اتفاقا هفته پیش میپرسید که کسایی که خیلی متریالیستیک هستن، کسایی که خیلی براشون پول مهمه، آیا انسان‌های خودشیفته هستن؟ و واقعا ما نمیتونیم بگیم که هستن. اون بستگی داره به اون لولش که تا چه حدی این موضوع واقعا براشون مهمه و آیا علائم دیگه‌ای هم وجود داره یا نه. اتفاقا بحثی که در رادیوی 670 من چند روز پیش گوش میکردم، یکی از همکاران پزشک دکتر درو پیلسکی بحث میکرد راجع به دونالد ترامپ بود. دونالد ترامپ که همینطور که همه اطلاع دارن برای پرزیدنسی امریکا الان ران میکنه و خب یک مسابقه بسیار جالبی هست برای شناخت انسانها. او عقیده داشت که دونالد ترامپ خودشیفتگی بیمارگونه نداره. البته دلیلش هم این بود که دونالد ترامپ از یک خانواده منسجم و متعادلی برخوردار هست. ببینید این یه مثالی، البته مثالی است که چون اطلاعات عمومی هست و در رابطه با جامعه امریکا هست، من صحبت کردم. شما هم که این برنامه رو دنبال میکنید در حد زیادی مطمئن هستم که این اطلاعات رو دارید. اطلاعات عمومی است، اطلاعات در جامعه همه باش در سرکار دارن و همه دنیا شاید با این اطلاعات الان ما داریم سر کله و به اصطلاح سر پنجه نرم میکنیم برای اینکه ببینیم نتیجه این فعالیت ها به کجا میرسه. باید دید که اطرافیان ما افرادی هستن که اینها انسان های میتونن بسیار موفقی از خیلی جهات باشن، ولی در یه جنبه های افراطی هن و این افراطی میتونه شخصیت اونها رو واقعا در جهت بیمارگونه هدایت بکنه. البته این یه نوع شخصیت ما در هفته آینده امیدوارم هستم با خانم دکتر که تشریف خواهد داشت اینجا بتونیم راجع به شخصیت‌های دیگر بیمارگونه بیشتر صحبت داشته باشیم. بیننده عزیز سوالتون رو جواب دادیم، بازم سوال دارین یا؟ نه خیلی ممنون، من جواب سوالمو گرفتم. خیلی هم متشکرم. تشکر فرمون. روزتون بخیر. شبتون بخیر. قربان شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. صحبت از واقعا خودشیفتگی می‌کنیم. اجازه فرمایید من راجع به این کتابی که ترجمه شده به وسیله خانم سهیلای خسروی که البته چون من این شخص رو میشناسم برای اطلاع شما بگم، این خانم سهیلای خسروی خواهرزاده من هست که در ایران زندگی میکنه و سالهاست که ترجمه میکنه کتاب‌های مختلفی که مورد علاقش هست و یکی از کتاب‌هایی که به دست من رسید این کتابی است به نام خودشیفتگی. البته این وسیله‌ای بود که ما این رو عنوان رو مطرح بکنیم. خودشیفتگی و تأثیرات مخرب آن بر فرزندان. این کتاب که به این قدر هستش و شما ملاحظه می‌فرمایید ممکنه در کتاب فروشی‌های در ایران البته هست، در اینجا اگر بفرستن شاید در کتابخانه‌هایی که در لس آنجلس کتاب‌های فارسی رو می‌فروشن به دستتون بیاد. نویسنده دکتر آلن گلوم هست. در این کتاب که برگردان بسیار زیبا و به زبان فارسی و نسبتاً راحتی هست، من این کتاب رو خوندم، واقعا خیلی مثال‌های بسیار جالبی داره و به خصوص در رابطه با تأثیر خودشیفتگی پدر یا مادر در رشد فرزندان صحبت میکنه که من انتظار دارم در ادامه این صحبتامون با خانم دکتر راجع به این قسمت اگر علاقمند هستن صحبت بکنیم یا قسمت‌های دیگری که مربوط به شخصیت خودشیفته میشه. از این فرصت من البته استفاده کردم که این کتاب رو معرفی کنم و بسیار خوشحالم که کتاب‌های فارسی زبان هم برای شناخت بیماری‌های اعصاب و روان، شخصیت‌ها و اختلالات خلقی و رفتاری بسیار زیاد شده و این نشانه این است که مردم علاقمند هستند اطلاعات بیشتری در این زمینه‌ها داشته باشن. شما اگر مطلبی در این زمینه بخواید مطرح بکنید، تأثیر رفتار انسان خودشیفته در اطرافیانش از جمله خانواده‌اش. بله، متاسفانه یه انسان خودشیفته میتونه انسان‌های دورش رو واقعا از دست بده و دچار تنهایی باشه. انسان‌هایی که خیلی خیلی خودشیفته هستن، انسان‌هایی هستن که موفق هستن ولی میتونن خیلی تنها باشن
بنابراین اون موقع است که انسان میتونه به خودش نگاه بکنه و ببینه این خودشیفتگی چه نتیجه‌ای تو زندگیش داره. آیا چی دستگیرش میشه و چی چیزای زیبایی تو زندگیش میتونه از دست بده. بله. در حال من فکر می‌کنم شاید اطرافیان بیشتر از خود انسانی که دچار این رفتار بیمارگونه هست رنج میبرند، چون با آگاهی‌هاشون افراطی بودن فرد رو تشخیص بدن، ولی در این حال راه حل‌های خیلی زیادی ندارن. برخورد مناسب با افراد خودشیفته میتونه خطر از دست دادن دوستی آنها باشه، جدا شدن از اونها، برانگیختن خشم و نارضایتی اونها باشه. شاید کسانی که نزدیک هستن با این افراد، اگر فرزندانتون دچار چنین خصوصیات افراطی هستن، با راهنماییشون برای کمک گرفتن، و یا اگر زن و شوهری با هم زندگی میکنن، یکی از دو نفر دچار شخصیت خودشیفته شدید افراطی هست، با راهنمایی مناسب از کمک واقعا متخصص بهره مند بشن. متخصص فرقش با اطرافیان این هست که متخصص میتونه از طریق برخورد مناسب با فرد و ضمناً اعتماد و اطمینان دادن، اعتماد رو جلب بکنه، اطمینان بده به فرد که با بیان ناراحتی‌هاش خطری متوجه او نیست، بلکه باید راه حل‌هایی رو به او ارائه میکنه تراپیست که بتونه واقعا بهتر زندگی کنه. چه بسا از دارو هم کمک گرفته میشه که اون داروها البته چند دسته از داروها هستن که من راجع بهش صحبت خواهم کرد در صورتی که فرصت کافی باشه. خانم دکتر، من مثل که زیاد حرف زدم، خواهش می‌کنم شما در این زمینه اگر مطلبی هست بفرمایید. بله آقای دکتر، بهترین راهی که انسان بتونه به انسان‌های خودشیفته کمک بکنه بهش میگیم cognitive behavioral therapy، یعنی اینکه ما انقدر سوال از این شخص میکنیم که بتونه واقعا با واقع بینی نگاه به خودش بکنه و علائمش رو واقعا یاد بگیره و ببینه که چجوری اون خودشیفتگیش مثل سنگی جلوی راهش میتونه باشه بین خودش و ارتباطاتش با انسان‌های دیگه، در کارش و در همه واقعا در همه زندگیش. بنابراین از لحاظ اینکه راه حل جلوی پای اون مریض ما بذاریم به جایی نمیرسیم، ولی با تجزیه و تحلیل کردن و امنیت دادن و سکیوریتی دادن به اضافه روی اعتماد به نفس اون شخص کار کردن میتونیم کمک کنیم. همونطور که اشاره کردم اعتماد به نفس یک انسان خودشیفته اتفاقا کمه، ولی اونجوری خودش رو جلوه میده جلوی انسان‌های دیگه که خیلی اعتماد به نفس داره و انسان‌ها متوجه میشن که این اعتماد به نفس نیست، این یه نوع بزرگمنشی هستش و حتی متاسفانه میتونن انسان‌های دیگرم حقیر و کوچیک بکنن که احساس بهتری راجع به خودشون داشته باشن. همونطوری که این بیننده عزیزمون تماس با ما گرفت و سوال کرد، نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر بیشتر در آقایون هست، ولی هیستریونیک پرسونالیتی دیسوردر به اضافه بوردرلاین پرسونالیتی بیشتر تو خانم ها دیده میشه. خانم ها بیشتر از طریق احساس از ایموشن میتونن اون اختلالات شخصیتی درونیشون رو نشون بدن. آقایون میتونن با غرورشون، با اون ایگوسنتریزم که فروید بهش میگه، یعنی خودشون رو خیلی زیاد ایگوشون رو میخوان بالا ببرن، از طریق پول، از طریق موفقیت نشون بدن. بنابراین یه مقدار ابراز و شناخت متفاوت میتونه باشه بین خانم ها و آقایون از لحاظ نارسیسیزم و بسیار مشکل کار کردن روی این مسائل شخصیتی، برای اینکه پرسونالیتی همونطوری که میدونین از کودکی رشد میکنه و همونطور که آقای دکتر اشاره کردن به واقعا بیولوژی یک انسان هم ربط داره، ولی افسردگی که جزو اکسس وانه باز راحت تر میشه
کمک انسان بگیره تا چیزایی که شخصیتیه. همونطوری که میدونید خیلی ها مثال میزنن که شخصیت پرسنالیتی یک انسان رو ما نمیتونیم عوض کنیم، ولی میتونیم بهش کمک بکنیم که رفتار و کردارش رو تا یه حدی عوض بکنه که زندگی بهتری داشته باشه و اطرافیانش بیشتر لذت ببرن و بتونن با اون شخص باشن. بنابراین این خیلی مهمه که ما با انسان‌های خودشیفته کار میکنیم بتونیم اون امنیت رو بهشون بدیم و اون دیوار دفاعیشون رو نشکنیم. در صورتی که افسردگی شکل بگیره، همونطور که اشاره کردید، از داروهای SSRI ها یا سلکتیو سروتونین ریاپتیک اینهیبیتورها استفاده میشه کرد که آرامش بهشون میده، افسردگی رو از بین میبره و در این حال یه فرصتی است که با اونها با محاوره و صحبت و کاگنیتیو تراپی که خانم دکتر اشاره کردن رابطه برقرار کرد که به اونها اطمینان بدیم که زندگی رو میتونن بیشتر لذت ببرن در صورتی که این دفاعهای روانیشون تعدیل بشه. چه بسا که واقعا در درونشون افسرده و غمگین هستن و دیوار بیماری خودشیفتگی مانع میشه که با واقعیت بتونن کنار بیان. اگر اجازه فرمایید صحبت‌های امشب رو به پایان ببریم برای اینکه وقت ما به پایان رسیده. نه مطلب تمام شده باشه. اجازه بفرمایید انشالله در هفته‌های آینده باز هم این برنامه رو در این رابطه با مسئله خودشیفتگی یا شخصیت‌های دیگری که انسان‌ها باهاش روبرو هستند ادامه بدیم. تا هفته آینده از شما بینندگان عزیز این برنامه به اتفاق خانم دکتر عزیز ما دکتر فرناز زنده دل خداحافظی می‌کنیم. شب و روز شما خوش. شب همگی بخیر.